خوش به حال اونو دگرونو استوا اونو نامهربون. خوش به حال اون پسرک اون بالا، خوش به حال مجتبا که میزنه بیل و الجیم و فرار. مجتبا های مجتبا یعنی یه بندازه هر موقع هر لحظه خدا آمد اینو می سیگار کشونی، یعنی به جرأت روزی 6 پاکت سیگار کشه. این ریه داره به نظر شما؟ اصلا کوخ او یه ذره درصد سیگارت بگوده. نگاه اکن چوریه که یادت این کترنگ بعد گاری بردنه. وای یه غلاطه که منو یه بنده خدای دیگه پای فعلا دردنین یا ناکنچ تو زمین و درد شخ مزده. یه اول اتاق جلوته بالکن غلاطه بود، الان رسید آخر اتاق مردین بیل زدن، یعنی شل بودیم پت مجتبا یه شنوی باری بعدم بری که باید بیل بزنی بریزین شاگوه که همین الان مستقیما بیل ازنی ریزین آور بیدره. مهدی دیگه کرم ساخت دیگه در سر ساگننده مثل ما دا روز بگه بینه مثل گوشک زهر بگه روز دیگه نخ بعدی روشن که در نخی چالو کنه میگم ره ما دیگه برس